آقای بابایی در مورد اینکه گیج های آبی یا گیج های مرکبی که دوستان استفاده میکنند اون خلایی رو که به ما نشون میده منفی 30 اینچ بر ستون جیوه 29.5. در مورد این بله. صحبت بکنید یه مقداری و مسئله بله. ببین ارتفاع که این خلا در کنار سطح دریاست یا اون یه ارتفاعی لحظه، تو اصفهان. آره، یه نکته من در مورد همین بحث فشار من میگم، انشالله که این مطلب خوب جا بیفته. ببینید بچه، مفهوم فشار اصلا چی هست؟ اصلا این فشار خلا چیه؟ فشار نسبیه چیه؟ ما فشار رو میایم نسبت به اتمسفرمون میسنجیم. اتمسفر ما رو سطح کره زمین وقتی یه شخصی وای میسه تا ارتفاع 10 کیلومتری یک حلقه دایری دور خود کره زمین بکشین، این حلقه دایره شکل بهش میگن استراتوسفر. یه لایه‌ای هست به نام استراتوسفر. بعد از اون تا 50 کیلومتر ما اتمسفر داریم. تو این لایه استراتوسفر دقیقاً اینجا اوزون هست، لایه اوزونی ما هست، یعنی قوسه‌ای که تو اطراف کره زمین هست. بعد از استراتوسفر میریم تو لایه 50 کیلومتری که اتمسفر ما، یعنی از صفر مطلقی که ما رو کره زمین، منی که اینجا وایسادم تو اصفهان، تا 50 کیلومتر برم بالا، این اتمسفر ماست. اوکی بچه، این اتمسفر ما. بعد داخل این اتمسفر یه سری پارتیکلایی هست، یعنی یه سری ذرات و ناخالصی ها و یه سری اجرام مثل نیتروژن، هیدروژن، CO2، همین گازها، آلودگی ها و خیلی چیزهای دیگه تو این فضا قرار گرفتن. تمام اینها یه جرم مولکولی دارن، تمام اینها یه وزنی دارن دوستان. وزن و جرم مولکولی اینا از بالا تا پایین، همینجوری که میای پایین روی سطح زمین یه جایی فشار ایجاد میکنه، این نیروی وزن اینا. ما میایم این فشار رو تو کنار سطح آبهای آزاد مثل خلیج فارس، عمان، آبهای آزاد مثل دریاچه خزر، نه، ما میایم اینجا صفرمون، اینجا میریم اونجا دقیقاً فشاری که این همین جرم های مولکولی که عرض کردم خدمتتون به زمین میاره برابر با یک اتمسفر یا یک بار. بچه یک بار میخواید یه سنسی پیدا کنید که ببینیم چقدره. اگر شما یه وزنه 1 کیلوگرم خب بذارید رو ناخن شست دستتون، ناخنتون 1 سانتی متر مربع مساحتشه، یه وزنه 1 کیلویی بذارید روش، این فشاری که روی ناخن شما هست 1 باره. اگر وزنه رو بکن 100 کیلوگرم، همون وزن ترازو قدیما باسکولیا، 100 کیلوش کن بذار رو همین ناخن 1 سانتی متر. یه کمی حس بگیرید این رسالت به این موضوع. 100 کیلو بار بیاد روی ناخونه چه فشاریه؟ لهش میکنه. این 100 باره. این فشار همون کپسوله اکسیژن شماست. پس چی شد بچه ها؟ تا اینجای کار ما فهمیدیم که نیرویی که اجرام داره ایجاد میکنه رو مقیاس اندازه گیریمونم کنار سطح آبهای آزاد یا سی لول بهش میگن، اونجا هست. ببین اینجا شد 1 بار. اوکی، حالا من میخوام ببینم آقا همین الان فشار خلا چیه؟ پس اگر این 1 باره، بچه همین 1 بار رو شما شروع کن از سطح زمین کمش کن، همینجوری برو بالا. ببین شما تا اون 50 کیلومتر که میری بالا که عرض کردم تا لایه اتمسفرمونه، شما از اینجا تا اونجا هر چقدر کم کنی هنر کم کردنت همون 1 باره. یعنی چی؟ 1 بار. اگر این 1 بار رو حذفش کنی میشه خلا. اوکی، یعنی ما گیجمون اگر دقت بکنی رو گیج مدرجمون عدد 0 را داریم، 0 تا به سمت بالاش که فشار نسبیه، میتونه تا هر چند باری باشه، اون هیچی. ولی از زیر 0 29 سانتی متر جیوه یا 760 میلی متر جیوه یا 1 باره. تمام این 1 باره بچه، این محدوده سبز رنگه کلا 1 باره. ولی به واسطه اهمیتش که بر ما اهمیت حائز اهمیته، چون ما درجه های ریزش ها میخوایم. خب این به قول معروف میایم به میلی بار تعریفش میکنیم. حالا وکیوم میکنیم، شروع میکنه وکیوم کردن تا برسیم به اون عدد 1 بار مطلقمون که وکیوم بشه و توصیهمون همون نیم ساعت 45 دقیقه. هرچه وکیوم
بیشتر اونم بهتر. در مورد ارتفاع آقای بابایی، مثلا الان من بله توی بندر عباس دارم وکیوم رو انجام میدم و عقربه بله میچسبه همون عدد سی که روی گچ آبی مرکب نوشته. بعضی از نظریه‌ها اینه که اگر که اصفهان مثال میزنیم میگیم آقا 1000 متر ارتفاع داره نسبت به بندر عباس 1200 300، تاست. بله 1200 تاست. بله. بله. اه، چه تغییری ما داریم توی این عقربه؟ آیا میچسبه به انتها یا نه اگر میچسبه واقعیه؟ اینو لطف بکنیم. ببینید چون که ما فشار داخل سیستم رو داریم ما اندازیم، اصلا فشار بیرون نیست. اون یه مبحث دیگه میشه. فشار بیرون چرا؟ بله ما به خاطر اختلاف ارتفاعی که با سطح آبهای آزاد مثل بندر عباس داریم 1200 متر بالاتر هستیم، قطعا اینجا فشار ما کمتره. یعنی اگر اونجا یک باره، اینجا شاید 97 صدم باره، یعنی کمتره. اینجا آب تو مثلا 100 درجه دیگه جوش نمیاد، کمتر مثلا تو 95 6 درجه جوش میاد، ولی تو فشار اتمسفری بیرون. ولی ما توی سیکل تبریدمون زمانی که داریم خلأ میکنیم، ما سیکلمون بسته است دیگه، کاری به این فشار مبحث بیرون دیگه نداره که آقا بندر عباس مثلا ما گیج هم میچسبه اصفهان نمیچسبه. این نیست. این دقیقا همینه. ما داریم این محدوده سیکل داخل که بسته است، میخوایم اون یک باری که حالا 760 میلیمتر جیوه بود ما اینو کمش بکنیم. حالا چرا کمش میخوایم بکنیم؟ به خاطر همین دقیقا، چون هرچه فشار کمتر یعنی از سطح زمین من رفتم بالاتر، یعنی انگاری اومدم اصفهان آب تو 90 درجه جوش اومده. هی بری بالاتر آب، اصلا ما میخوایم برسونیم فشار رو به یه جایی که دمای محیطی که 20 درجه هست عموما تو فصلهای مثلا گرم سال 25 30 درجه، این خودش بشه منبع گرمایی برای سیکل داخل. اگر رطوبتی اونجا هست کمک میکنه به اون، بخار میشه، ویپر میشه، میاد به طریق وکیوم کردن میاد از سیکل خروج میکنه. ما هدفمون اینه. پس هرچه فشار ما به سمت بالا میریم فشار کم میشه، به واسطه اینکه فشار کم میشه حرارت کمتری نیاز داره که اساس اصلا چیلرهای جذبی همینه. دقیقا به خاطر همین مفهوم رابطه فشار و دماست. یه نکته دیگه آقای بابایی، در جان رابطه با میکرون بعضی از دوستان سوال دارن که حالا ما وکیوم سنج داریم، این داستان میکرونه یه میشه گفت که اجمالی اگر یه صحبتی بکنیم فکر میکنم در مورد، کوتاه. البته میکرون یه واحد اندازه‌گیریه که خب زیر مثلا میلیمتر، یعنی ذرات ریز. میکرون اگه بخوایم به صورت عامیانه من بگم که چقدر، مثل همون مفهوم فشاری که خدمتتون عرض کردم، گفتم اگه یه وزنه 1 کیلویی بیاد روی سطح ناخن 1 سانتی متر مربع مفهوم یک باره، ما یک تار موی انسان 5 میکرونه. یعنی شما یک تار مویتون اگه بکنید همینجوری حسی بهش نگاه بکنید، لمسش بکنید، این 5 میکرونه. خب اگه اینو میایید 1/5 بکنید یعنی 1 میکرونه. یعنی ببینید ریزترش بکنید. خب میخوام سنس پیدا کنید به نسبت به بحث میکرونه. حالا ما تو سیکلمون وقتی که جوشکاری انجام میدیم، مثلا داریم سیکل رو میبندیم، رعایت نمی کنیم ازوت بزنیم آقا داخل سیکل رو جارو بکنه، یعنی اکسیژنی نباشد، چون که وقتی ما حرارت به مس میدیم، مس از داخل، حالا بیرونش زیاد اهمیتی نداره ولی داخل سیکل اکسید میشه. اکسید یعنی در اکسیژن داخل هست دیگه، اکسید میشه و خودتون دیدین یه سری پولک های ایجاد میشه. پس ما قبل از اینکه بخوایم جوشکاری کنیم قانونش اینه بیایم یه مقداری ازوت، نیتروژن که گاز خنثیه، پرژ بکنیم داخل، که به قول معروف داخل سیکل جارو میکنه و حالت مثل یه دمش خیلی ریزی ایجاد بکنه. همزمان هم ما جوشکاری اون انجام بدیم که چی؟ که اکسید نکنه داخل اون کربن ها به وجود بیاد، که این کربن ها اتفاقا وارد سیکل ما میشه، ما اینو دیگه نمیتونیم درش بیاریم. این دقیقاً بحث میکرونی میشه، خیلی ریز میشه و میره. ما باید توی فیلتر درایر ابتدای کار اینو بگیریمش که حالا دیگه فیلتر درایرمون چه نوعی باشه، که باید هرچی این مشی که ورودی ابتدای همون فیلتر درایر هست خیلی مهمه، حالا ساختارش، تکنولوژی ساختش،
که اینا بگیره. حالا بحث میکرون رو من چیزی که خودم متوجه شدم خدمتتون عرض کردم. اگه نکته دیگه هست که من جوره دیگه توضیح بدم. حالا سعی میکنیم توی لایوهای بعدی در رابطه با بله اینه که مثلا توی یه سری از کتابا بله 150 میکرون رو برای اون وکیوم مناسب نوشتن. خب بعضی از اساتید اینو قبول ندارن و آخه درست نیست. بله، میکرون واحد فشار فشار نیست، نیست. متوجه؟ بله. آره، چون اگه واحد فشار بود الان باش در موردش صحبت داشتیم، صحبت میکردیم. چون واحد فشار نیست، نه تو دستگاه آی پی نه تو اس آی، متوجه؟ واحد اندازه‌گیری مثلا ذرات. سطح. آره سطح دیگه، مثلا شما میگه 1 متر 1 سانت یا همون قطره یا یه حالت سطح. حالا من زیاد نمیدونم چجوری مفهومو برسونم. من در همین قدر میدونم که واحد اندازه‌گیری فشار نیست. حالا شاید میگم بعضا اصطلاحات محلی هست، مثلا خیلی میگم تو جنوب میگن آقا این سانتراله، خب به کولر گازی میگن اسپلیته. اسپلیت یعنی دو تیکه، اسپلیت یعنی دو تیکه، خیلی راحت، یعنی اواپراتور داخل کندنساتور بیرون، یعنی دو تیکه کردن، اصلا این مفهومش اینه. ولی تو کشور دیگه بری بگی من اسپلیتم خرابه، به لهجه جنوبی شاید متوجه نشه طرف، ولی اگه بگی ایر کاندیشن هم میفهمه. میگه تازه میپرسه، میگه چه مدلیه؟ وال مونتده، یعنی اسپلیتت از این است که به دیوار آویزونه، وال مونتد چسبوندی به دیوار، یا نه همینجوری ایستاده است، استنده. که همین سانترالایی هست که الان مثلا تو مساجد دیدم زیاد، تو مساجد اهل تسنن اونجا زیاد می‌ذارن، چون فضا بزرگه، کولرهای همین ایرکاندیشناشون رو گذاشتن، ای سی هاشون و اسپلیتاشون رو. بعد زمانی که جمعیت زیاد میشه، تو مخصوصا تو حالا بلوچستان، تو مناطق جنوب زیاد این مورد من داشتم. یهو جمعیت تو مناسبت و جمعیت زیاد میشه، اکثرا هم اهل قلیونن، یه منبع گرمایی سرزغالاشون هم میاد وسط، منبع زیادتر میشه، خب میزان بار برودت کم میشه. بعد اونجا مهندس میاد این کارا میکنه، میگه آقا تو یه سانترال برو از یه شوتیا بردار بیا. یه سانترال میان گوشه میذارن آره یه 50,000 میذارن این ور، یکم اون ور، دیگه یخ میکنن دیگه، کیف میکنن اون موقع. پس میشه این سانترال. یعنی این اصطلاحات بعضی وقتا عامیانه است، ولی من میگم که باید بیاید کاتالوگ داکیومنت اصلی بخون. بله اصطلاحات محلی هم باید یاد بگیری. اتفاقا وقتی آقای مثلا آقای رمضانی به من میگه آقا تو جنوب من یه مسجد دارم اینجوری فلان، من باید سریعا خودمو بذارم اونجا از لحاظ ذهنی که بفهمم آقا حالا در نسخه درمونش درست بپیچونم. یعنی باید بفهمم فرهنگ بلوچ چیه، فرهنگ بچهای جنوب چیه، بچهای شرق چیه، شمال، اینا یه همچی داستانی. خیلی هم عالی واقعا. اولا که سپاسگزارم از اینکه عزیزمی، حضور داشتی، خواهش استفاده کردیم میکنم، و خواهش میکنم. حالا کار داریم با آقای بابایی عزیزم، عزیز، استاد درجه یک. قربانش، انشالله لایو های بعدی در خدمت با باشیم و این ارتباطه افتخار. هم بین دوستانی که سلامت باشیم، بین دوستانی که الان در جمع ما هستن یا بعد این لایو رو میبینن، اینه که اگر که یک پیجی را افتاد و یک مدتی گذشت کلی دوست خوب پیدا کردیم، من امشب خیلی حالم خوب شد به خاطری که قربانش. یک دوست همفرکانس پیدا کردم که ماها تو این رشته دنبال یه نفر هستیم که باش چالش داشته باشیم. یعنی الان عزیزم، من با آقای بابایی تا صبح که بشینیم، من یه سوال میکنم ایشون یه جواب میده، ایشون یه آره سوال میکنه من یه آره، تضمین میگم شما و جواب. این حال ما رو خوب میکنه. ما فنیکارا خوراکمون همینه. همینه، عشقمونه. یعنی نمیتونیم یه جوری میریم خونه مشتری. من بعضی وقتا میرم خونه مشتری دارم کولر رو درست میکنم، میبینم یخچاله داره صدای ناجور میده، میگم آقا این کولر رو ولش کن، این یخچال من نگاه کنم فنش داره صدا میده. میگه آقا چی کار داری به یخچالم؟ میگم آقا نمیتونم، یه لحظه دست و پای منو ول بکنیم. میرم پیچای پشت یخچال باز می‌کنم، فنه گیر باجه. میگم آقا موتورش میسوزه ها. میگه آقا یه کارش. ماها فنی کارا خب نمیتونیم با لوازم خانگی حرف میزنیم، با تجهیزات صنعتی صحبت میکنیم، شب که میخوایم بخوابیم میریم توی لوله کندانسور از اون ور از کاپیلاری در میاریم، بله تصور بله، میکنیم الان مبرده تو این دما دو فاز خب سیستم اون اینجوریه دیگه، چیکار کنیم؟ چاره نیست. آقا دم دقیقا شما رو گرم. دقیقا. یه قربونت جنبندی آقای کنید که انشالله عزیز. دیگه لایو رو ببندیم. بفرمایید. عزیزم آقای رمضان، من که استفاده کردم امشب باعث افتخار بود که
قولی خدمتتون رسیدیم و شاگردتون هم میپذیریم، واقعا استفاده میکنیم همچنان. واقعا بچهای با عشق جنوب، واقعا همشون دوستان زیادی دارن، به خدا خیلی با عشقن. انشالله هر جا اصلا خوششون باشه، سلامت باشن و تو این فضای کسب و کارشون همیشه پر رونق، پر پول، پر برکت باشه تو زندگیاشون. من خیلی استفاده کردم. ببخشید اگر کسی سوالی پرسید از دوستان من نتونستم جواب بدم، ندیدم. واقعا تو لایو دیگه وقتی آدم ارتباط میگیره یه کمی، ما هم که تک ذهنی هستیم، ما مرد اینجوریم که فقط یه جا میتونیم نگاه کنیم دیگه، نمیتونیم به اونجا ببینید چه خبره، سوال چیه. ولی دوستان پیجمون رو انشاءالله آقای رمضانی تگ میکنن، دوست داشتید بیاید در خدمت هستم. هر چیزی که بلد باشم و هر چیزی تو چند تن باشه در طبقه اخلاص میذارم خدمتتون، راهنماییتون میکنم. دوستانی که مخصوصا اول کارشونه خیلی دوست دارن سوالایی، به این بعضی وقتا انقدر سوالای خود من اول کار اصلا ساده بود میترسیدم بپرسم. به خدا میخواستم بگم مثلا کپیلاری، آقا این چی بود اسمش، میشه یه بار دیگه، اصلا میترسیدم بگم آقا یه بار دیگه اینو تکرار کن. بعد میگفتم پلوله مویی چیه، کپیلاری، پس این داستان. بعد چون که میترسیدم سوال کنم و فکر میکردم زشته، مثلا اگه من الان بپرسم از آقای رمضانی کپیلاری چیه فکر میکنم زشته، چون که میترسیدم مجبور بودم میرفتم میخوندم مطلب جمع میکردم. ولی من میخوام بگم اگر سوال ساده هم داشتید بپرسید، اصلا نترسید. یه بار میپرسید از شر کار راحت میشید، آقا دیگه تموم دیگه، بایگانیش میکنی میره. ولی نذارید سوالاتتون زیاد شه. و به دوست خودم گفتم الان سوالی داری؟ بعد چند روز جلسه آموزش دیدم سوالی نداشت، گفتم پس چیزی یاد نگرفتی اگه سوالی نداری، من چیزی دیگه بهت نمیگم. گفت خب وایساد سوال تراشیدن تو ذهنش. گفتم برو آقا سوال اصلا تو جلسه بعد اگه با 10 تا سوال نیومدی پیش، حتی ساده ها، حتی سوال سخت نه، ساده ترین مباحث، گفتم باید سوال تو ذهن تو، اگه سوال تو ذهنت ایجاد نشه پس یعنی اصلا تو فکر نکردی، یعنی اصلا نخواستی بری. پس آقا، پس سوال تو ذهنت ایجاد بکن، بپرس. من اینو میخواستم بگم که من هستم خدمتتون، دایرکت بری هر زمان که آنلاین باشیم حتما با وایس هم جواب میدیم که انشالله مطلب درک بشه. تونستین، من انشالله چند وقت دیگه هم سایتمون رو به امید خدا راه اندازی میکنیم، یه سری مطالب بارگذاری میکنیم در حد توانمون. ما زیاد اونجوری مثلا پیجای با کلاس اینا نداریم بخوایم زرق و برقش کنیم، ولی هر چیزی که مطلبا بتونیم راحت‌تر برسونیم به دوستان تعمیرکارمون باعث افتخارمونه. انشالله استفاده کنیم. خیلی لذت بردم، خیلی خوشحالم امشب که اتفاقا اولین لایو کاری من با استاد بزرگ مثل آقای رمضانی و به اتفاق یه هم فرکانس خوب که من متعلق به جنوبم هستم، واقعا دوست دارم، اونجا زندگی کردم و خیلی خوشحالم از این، واقعا استفاده کردم. امیدوارم دوستانم استفاده کرده باشن. اگه انشاءالله لایو رو ذخیره کردید که حتما دوستان بیان تو پیجای ما و هر نکته‌ای باشه من در خدمتشون هستم. عزیزم آقای رمضانی، خیلی استفاده کردیم. درود بر شما. البته دوستانتون هم دارن جواب کامنت هایی که دوستان میذارن در رابطه با زاینده رود گفتن. این یارهای صمیمی شما از دوستان باز تشکر میکنن و یکی از دوستان از شمال در رابطه با زاینده رود یه همدردی کرده بود با شما، بعد دوستان شما جوابشون دادن. دوستان این نکته داره ها، اینو میخوام بگم، این اتحادی که دارن این دوستانمون از اصفهان، خب الان استادشون، همکارشون، دوستشون، رفیقشون داره صحبت میکنه، از اون ور اون دوستش داره جواب بنده خدایی که داره تشکر میکنه و در مورد شهرشون، در مورد حالا داره صحبت میکنه، این داره این ور جواب میده. و این اتحاده توی هر رشته، تو رشته های فنی که خیلی مهمه، این اتحاده اگر باشه شما کوه رو حریفین. خب ولی اگر که تفرقه باشه، تو رشته فنی، تو دوستی، تو رفاقت، هیچ وقت پیش نمیتونیم بریم. دمتون گرم به این اتحاده، به این صفایی که دارین. حال دلتون خوب، روزتون مبارک باشه و خیلی استفاده کردیم. درود بر شما. شبتون شما انشالله که آره زنده باشین. آقا من مرخص میشم، انشالله اگه چیزی بود که با دوستانتون لایو برید. خیلی خوشحال شدم. در ارتباط باشید. زنده باشین. حتما زنده باشین.